به نام خدا با قسمت سوم از سری دوم آموزش زبان و الفبای فارسی در خدمت شما هستیم. همونطور که یادتون هست در جلسات قبل حروف فارسی رو با لاتین تطابق دادیم و با اونها واژه ساختیم. در این قسمت هم همون کار رو میکنیم. حروفی که در این قسمت به شما یاد میدیم اینا هست. حرف ش که ش بزرگ هست و ش کوچیک. در واقع اگر روی حرف سه تا نقطه بذاریم میشه به این شکل ش. حرف ر که به این شکل هست، حرف و که به این شکل هست، حرف ه سه شکل داره، ه بزرگ و این دو ه کوچیک. این ه در وسط کلمه است، این دو تا ه در انتهای کلمه. حرف د، حرف ای که این هم دو شکل داره. پایین ای کوچیک دو تا نقطه هست که اون رو میتونیم به این شکل بنویسیم. حالا من به شما با حرفهای جلسه قبل و حرفهای این هفته واژه میگم و شما میتونید واژه ها رو بنویسید به فارسی. واژه شاه، شاه. واژه شما بگید شب، شب. واژه دیشب، دیشب. واژه شام، هادی، شانه. این سه شکل ه. ماه، مهر. میتونید از اینجا ویدیو را قطع کنید و تمرین کنید برای نوشتن این واژه ها. حالا من فارسی این واژه ها رو برای شما می نویسم. به دست من دقت کنید. شاه، این ه در پایان هست. میتونم اینجا یا سه تا نقطه بذارم یا یه دایره کوچولو. شاه. شب که اینجا یک سرکش داریم که حذف میشه. دیشب، دی شب. این دی شب که میتونم به جای این یک خط اینجوری بذارم و به جای این سه تا یک دایره. شام، هادی، شانه، ماه، مهر، مهر. به این اشکال ه دقت کنید. شانه، ماه، مهر. میتونید واژه‌های دیگه هم با این حروف بسازید. تا قسمت بعد، خداحافظتون.